حکایت سکل و سوری. مایار جلی یکی از سنت‌ها و ارزش‌های بسیار مهمی است که بلوچ با آن شناخته می شود و عبارت است از پناه دادن پناهنده و محافظت از او تا سرحد مرگ. معمولاً در محافل و دیوان‌های سنتی بلوچ‌های سرحدی بحث از روابط مسالمت آمیز طایفه سوریزهی با طوایف همجوار زیاد به میان می آید. مردمداری، نوع دوستی، حمایت از مظلومان، مایار جلی و مایارداری، لج و انتقام و غیره من جمله خصوصیاتی هستند که این طایفه با آن شناخته می شود. طایفه سوریزهی در گذشته به نوعی ستون استوار طوایف سرحد بوده تا جایی که اکثر طوایف همسایه در وقت سختی ها و جنگ ها به آن پناه جسته اند. پدید آمدن طایفه سکل در طایفه سوریزهی و همچنین طوایف گمشادزهی و یهرمدزهی در کنار طایفه سوریزهی در گروی حکایاتی از این دست هستند. حکایت سکل و سوری یکی از زیباترین وقایعی است که میتوان از آن به آینه تمام نمای سنت مایار جلی بلوچ اصیل اشاره کرد. طایفه سکل که بعضاً آن را سیقل هم تلفظ می کنند، نسلاً از فروع طایفه برهانزهی بودند که طی حادثه‌ای به طایفه سوریزهی پناه آورده و ماندگار شده اند مشهور است. به زمانه سرداری سردار دین محمد خان یا دیگو خان یا دیگی خان، فردی از نزدیکان حاکم ایران شهر به دست یوسف برهانزهی به قتل می رسد و این حادثه موجب می شود تا او به سردار بلا منازع سرحد زمین یعنی سردار دین محمد خان در کوهستان مورپیش پناه ببرد. یوسف قبل از آمدن به مورپیش به سیستان رفته بود و تحت تعقیب سربازان حاکم قرار گرفت و در بسیاری از مناطق بلوچستان پناهنده و مایار شده بود و چون احساس خطر می کند و متواری می شود و راهی سرحد و کوهستان مورپیش می شود و نزد سردار دیگو خان مایارنی می شود. پس از این حادثه حاکم ایران شهر پیکی به مورپیش میفرستد و از سردار دیگو خان میخواهد که مایارش را به آنان تحویل دهد و در غیر این صورت به زور متوسل خواهد شد و او در پاسخ میگوید به هیچ وجه حاضر نیست مایارش را به آنان تسلیم کند و جنگ برایش به مراتب بهتر از ننگ تسلیم کردن مایار است. تحویل دادن مایار به دشمن در باور بلوچ اصیل جایگاهی ندارد و بر بلوچ فرض است از کسی که به او پناه می آورد پناه دهد و محافظت کند. چون بحث جنگ پیش می آید، گروهی از نزدیکان حاکم جهت تجسس و بررسی موقعیت سردار دیگو خان و تخمین قوای جنگی به مورپیش گسیل داده می شوند. این گروه به محض ورود به کوههای مورپیش به افرادی برمیخورند که در ارتفاعات بالادست آنان را صدا میزنند و اقرار میکنند. گماشتگان سردار منطقه در مسیرهای ورودی و ارتفاعات بالادست هستند که پس از پرسجو و تفتیش به آنان اذن ورود میدهند. این گروه هرچه به جلو می روند سر پیچ و خمی به دسته از این افراد بر می خورند که به دیدبانی و کنترل مسیرها مشغول هستند و هر بار همان حکایت قبلی یعنی ایست بازرسی تکرار می شود تا اینکه نهایتاً به مقر اصلی سردار می رسند. غافل از این که این همه گروه‌های گماشته شده که در مسیر دیده اند یک گروه بیشتر نبودند. این افراد مطابق سفارش سردار سحرپیچ وخبی راه را بر آنان بسته و چون با شرایط منطقه و راه‌های میانبر آشنا بوده اند جلوتر از آنان حرکت می‌کرده و هر بار یک نفر از آنان جهت پرسجو به سراغ می آمده.
نقل است به محض ورود این گروه به محل فرزند ارشد سردار یعنی سردار دادخداخان سنگی عظیم زیر بغل گرفته و خنجرش را با آن تیز می کند. سپس قوچی را زیر بغل می گیرد و به حالت ایستاده آن را ذبح می کند، به گونه‌ای که تمام سنگ غرق در خون می شود و نوعی وحشت را در دل حاضران ایجاد می کند. سپس سردار دیگو خان به استقبال میهمانانش می رود و آنان را به چادرش دعوت می کند. سیاه چادر 60 گز طول داشته، یعنی 30 متر طول اندازه‌اش بوده و به جای میخ گلوله های سربی به کار رفته و به جای طناب های سیاه چادر از زنجیر و نخ ابریشم استفاده شده و دور تا دور قسمت های داخلی آن انواع اسلحه های جنگی آن زمان آویزان شده است. در حقیقت این داستان سراسرش بیانگر هوش و نبوغ سیاسی شخص سرداددین محمد خان است. سرداری که با این ابتکار و عمل بدون گفتن حتی یک کلمه پیغامش را تمام و کمال برای حکام ایران شهر فرستاده است. سیاست و نقشه سردار دیگو خان کارگر می‌افتد. این افراد پس از رسیدن به نزد حاکم میگویند ما را به هیچ توان مقابله با سکنه مورپیش نیست. سپس تمام آنچه را که دیده اند برایش بازگو می کنند و مشورت نهایی بر آن می شود که یوسف را به طایفه سوریزهی ببخشند. در روز صلح جمعیت کثیری از طوایف مختلف منطقه به مورپیش سرازیر می شوند. در آن روز قریب 70 بز و میش جهت پذیرایی سر بریده می شود. از قضا گروه کوچکی پس از صرف ناهار به محل صلح حاضر می شوند که برای پذیرایی از آنان بزی اسکل، یعنی بزی که پوزه اش زرد است و بزی بسیار چالاک و زرنگ که به راحتی در دام نمی افتد و چند نفر به سختی دنبالش کردند تا بالاخره توانستند بز را بگیرند و ذبح می کنند. حاکم نام آن بز را در ذهن خود حفظ و در وقت فیصله حاکم جهت بخشیدن یوسف شرطی مقرر می کند و سردار دیگو خان می گوید هر شرطی که باشد آن را می پذیرد. حاکم می گوید ما اسم بز آخری را که سر بریدند بر فرزند یوسف می نهیم و نام پسرش را سکل می گذاریم. چنین می شود که نسل یوسف به سکل مشهور می شوند. پس از این واقعه یوسف با برادرزاده سردار دیگو خان یعنی دختر نوحود ازدواج می کند و عهد می بندد که نسل او به خاطر این جوانمردی تا همیشه از سوریزهی جدا نخواهد بود. و به حقیقت طی چند قرنی که از این حادثه می‌گذرد سکل‌ها مردانگی و برادری خودشان را به طایفه سوریزهی ثابت کرده اند. سکل تیره‌ای جدا نشدنی از طایفه سوریزهی است.